سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه بازداشت مربی تاجیک علیشیر اسمتزاده در مسکو با اتهام تروریسم، دادگاه روسیه دو اپوزیسیونر تاجیک را غایبانه به حبس گرفته است، وکیل مردم در پنجکند به دزدی 1 میلیون سومانی پول دولت عیبدار می شود، هلاکت 7 ساکن مومن آباد از جمله یک زن با 3 فرزندش در صدمه در کولاب، بازار قمسنگر در دل شب به کامی آتش رفت. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 1 ایول سال 2024 مقامات حفظ حقوق روسیه به دادگاه نویه شربینکای شهر مسکو جهت بحث پیشکی گرفتن مربی گشتین طرز آزاد اسمتزاده علیشیر کمال‌الدین درخواست دادند. در فدراسیون گشتین ورزش روسیه این خبر را تصدیق کرده شوک برانگیز نامیدند. بنا به اطلاع نشر شده در برگه پروندهش در سامانه دادگاه شربینکا مربی 32 ساله زاده شهر دوشنبه طبق قسم 1 ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به مساعدت به فعالیت‌های تروریستی برای به چنین فعالیت‌ها جلب و مایل کردن افراد دیگر عیبدار می شود. تفصیلات دیگر عیبنامه ضد علیشیر اسمتزاده هنوز نشر نشده است، ولی بر اساس قسم 1 ماده 205 به او همچون جزا 7 تا 15 سال زندان با جریمه به مبلغ 500,000 روبل تهدید می کند. در فدراسیون گشتین ورزشی روسیه بازداشت علیشیر اسمتزاده از جانب مقامات حفظ حقوق را تصدیق کردند. برای ما این خبر شوک برانگیز بود، ولی متاسفانه این راست است، گفته است نماینده این نهاد ورزشی. علیشیر اسمتزاده سال 1992 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده است. او بعدا به مسکو کوچیده شهروندی روسیه را به دست آورد. اسمتزاده استاد ورزش و مربی سطح عالی می باشد. وقتهای آخر او در آموزشگاه مخصوص تربیه ذخیره‌های المپی رقم 1 همچون مربی کار میکرد. در این آموزشگاه همچون مربی کار کردن اسمتزاده را تصدیق کردند، ولی در مورد تحت تفتیش قرار گرفتن فعالیت‌های او اظهار بیخبری کردند. اسمتزاده همچنین مربی تیم دختران گشتینگیر تا 16 ساله روسیه و تیم پسران گشتینگیر تا 16 ساله شهر مسکو بود. ماه سال 2024 موسا سانتیکوف که علیشیر اسمتزاده مشقش میداد در چمپیونات اروپا صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان اروپا شد. دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو هنوز در پایان ماه سال 2024 در غیبشان حکم حبس 2 فعال اپوزیسیون تاجیک شرافالدین گدایف و محمد اقبال صدرالدین را صادر کرده است. در این باره روز 26 ایون سال 2024 پایگاه خبری مدیا از آن خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه به ضد سیاستمداران مخالف تاجیک بر اساس بندهای ب و د قسم 2 ماده 207 کودکس جنایتی روسیه با اتهام پنهان کردن معلومات بر دروغ درباره قوه‌های مسلح روسیه از جانب گروه متشکل در زمینه کینه و عداوت قومی پرونده جنایتی گشودند. با آنها طبق این بند قانون روسیه همچون جزا و جریمه به اندازه از 3 تا 5 میلیون روبل، کارای اصلاحی به مدت تا 5 سال یا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مدیا زونه درباره سبب دلیل‌های باز شدن چنین پرونده به ضد 2 اپوزیسیونر تاجیک اظهار بیخبری کرده است، ولی نوشته است که اسم محمد اقبال صدرالدین در مخزن دادگاه‌های بسمانی 9 اپریل سال 2024 پیدا شده است. شرافالدین گدایف رهبر جنبش اپوزیسیون اصلاحات و رشد و معاون رهبر پیمان ملی، یک ائتلاف در خود تاجیکستان ممنوع نیروهای اپوزیسیون تاجیک در اروپا، روز 1 ایول سال 2024 به پایگاه خبری بامداد گفت از عزم مقامات روسیه برای باز کردن پرونده به ضدش هنوز ماه آگوست سال 2023 وقتی خبری افت که کارمندان فسب همراه با کارمندان شعبه محلی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به منزل آنها در نویه فرخار آمده مادرش را درباره او بازجویی کردند. شرافالدین گدایف در شایگری هلند پناهگاه سیاسی به دست آورده است. در تاجیکستان به ضد او چندین پرونده گشودند، از جمله با اتهام قاچاق قسم 1 ماده 289 و تقلب سندها قسم 2 ماده 340. ماه فوریه سال 2019 گدایف را ضمن یک سفر مرموزش در مسکو دستگیر کرده مجبوراً به تاجیکستان فرستادند. او میگفت که با وعده ملاقات با یکی از رهبران شورای امنیت روسیه به دامش رفتاندند. مقامات تاجیکستان با نشر چند ویدیوی صحنه‌سازی شده می‌خواستند آوردن گدایف را همچون گویا
بازگشت اختیاری اپوزیسیونر که از کردار خود پشیمان شده است قلمداد کنند، ولی با دخالت مقامات دیپلماتی آلمان و هلند دوشنبه مجبور شد که الکی در اولای ماه مارت سال 2019 گدایف را باز پس به اروپا بفرستد. محمد اقبال صدرالدین حکم دادگاه مسکو را یک قرار بی‌ثمر و بی‌اثر نامید و گفت که پایگاه خبری او زیاد دنبال مسائل اوکراین هم نمی رفت. البته مقامات روسی هر نفری را که جنگش به ضد اوکراین را جنگ بنامند چنین واکنش شدید میکنند. راستی موضوع اساسی ما مسائل تاجیکستان است، نه روسیه و اوکراین، و ما چندان جنگ اوکراین را پیگیری نمی کنیم. در همین حال ما کاملا ضد به جنگ فرستادن مهاجران تاجیک بودیم و هستیم و در این موقع باقی خواهیم ماند. یگان قرار هیچ دادگاه روسیه این موقع ما را عوض کردن نمیتواند. محمد اقبال صدرالدین فرزند یکی از اساسگذاران حزب اپوزیسیون فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی قلندر صدرالدینوف می باشد. در تاجیکستان به ضد او با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ پرونده جنایتی گشودند. محمد اقبال صدرالدین در فرانسه به سر میبرد. او در آنجا پایگاه اطلاعاتی اصلاح را تشکیل کرده است. این پایگاه به خصوص یوتیوب کانال اصلاح تیوی امروز یکی از پرمشابه ترین طرح‌های اطلاعاتی اپوزیسیون تاجیک در اروپا دانسته می شود. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان روز 29 ایون سال 2024 از تصرف شدن بیش از 1 میلیون سومونی یا تقریباً $10,000 مبلغ‌های بودجتی از طرف یک وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت از پنجکین خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی گفت وکیل مجلس وکیلان خلقی ولایت سوخت از حوزه انتخاباتی سرزم رقم 29 عثمانوف در اساس فرمایش دیرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 19 سپتامبر سال 2019 تحت رقم 45 تا این جانب در وظیفه سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان فعالیت نموده دست به صادر نمودن جنایت‌های از آن خودکنی و ساختکاری خدمتی زده است. خود قربان عثمانوف که قریب 30 سال باز رهبری نظام آبیاری حوزه دریای زرافشان را در دست داشت و من طور نزدیکان و ادوکات او برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فریضه تفتیشات عثمانوف قصداً و با مقصد تصرف مبلغ‌های بودجتی ضمن اجرایش کارهای ساختمانی در انشاءات ساختمان پایگاه آبکشی در موضع دشت قوزه شهر پنجکین قبارهای قبلا استفاده شده را با نرخ نسبتاً ارزانتر خریداری نموده در یک مورد فرقیت مبلغ 1,068,650 سومونی به این مقصد پیش بینی شده را که به او باور کرده سپرده شده در اختیارش قرار داشت برای از آن خودکنی و ساختکاری حجت‌ها تصرف نمود. اوید این حالت نسبت به عثمانوف بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 245 قسم 4 بند به تصرف مبلغ‌ها به مقدار مخصوصاً بزرگ و 323 ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی گشوده بعد به انجام رسیدن تفتیش پیشکی آن با تصدیق فکر عیب‌دارکنی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. به قربان عثمانوف برای ساختکاری با استفاده از مقام جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حساب‌ها یا تا 2 سال زندان تعدیل می‌کند. همین طور به او بر اساس قسم 4 ماده 245 برای تصرف مبلغ مخصوصاً بزرگ جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حساب‌ها یا معلوم ساختن اساس‌زادی به مهلت از 10 تا 15 سال تهدید می‌کند. منابع پایگاه خبری بامداد در شهر پنجکین تنوز در اول ماه می سال 2024 خبر دادند که کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ماه اپریل سال جاری 2 منصبدار بلندپایه و با نفوذ در این منطقه را با اتهام دست داشتن در جنایت‌های کروپسیونی دستگیر کردند. یک منبع آگاه از جریان قضیه به بامداد گفت رئیس کمیته زمین شهر پنجکین غالب مرادزاده و رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان قربان عثمانوف هر دو حالا در سزای بازداشتگاه شهر استرافشان نگاه داشته می شوند. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. نیمه شب یکم به دوم ایول سال 2024 بازار نویه جیهون ولایت ختلان در جنوب غربی تاجیکستان دچار سوختار شد. در ویدیویی که خوانندگان پایگاه خبری بامداد از جای حادثه فرستادن دیده می شود که
چندین دکان این بازار در چنگ آتش قرار گرفته است، ولی کسی جرأت نزدیک شدن به نزد دکان‌های در گرفته را نمی‌کند، بلکه بسیاری‌ها با تلفن‌های خود جریان آتش گرفتن بازار را ثبت می‌کنند. یک همصحبت بامداد گفت در پهلوی این بازار که دچار سوختار شد الکی بازار نو و زمانوی ساخته بودند و چند وقت باز از بازارنشین‌های بازار کهنه تقاضا داشتند که همگی به بازار نو بکوچند. بازار نو با رعایت قاعده‌های بی‌خطری ساخته شده است، از جمله با وسایل پیشگیری از رسش کوتاه ناقل‌ها که یک سبب عمده سوختار است. اگر تاجران بازار کهنه قمسنگیر گپنوگیری نمی‌کردند و سر وقت به بازار نو می‌کوچیدند، شاید مالشان در آتش نمی‌سوخت. گفت این هم صحبت بامداد. این بار اول نیست که در تاجیکستان بازارها دچار سوختان می‌شوند. تازه ماه مارت سال جاری در شهر باختر بازار بهار که همچون با نام بازار شعلا هم معروف است دچار سوختار شده بود. مقامات در اکثر کل رسش کوتاه ناقل‌ها را سبب نوفتها می‌نامند، ولی بازارنشین‌ها گاه درباره احتمال قصداً آتش زدن دکان‌هایشان حرف می‌زنند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 1 ایول سال 2024 همگی چند ساعت بعد در اینترنت نشر شدن ویدیوی لطکوب یک دختر خبر داد که ویران کنندگان ترتیبات جمعیتی معین و بازداشت شدند. مرکز مطبوعات ملیسای پایتخت تاجیکستان گفت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیا شهروندان شریفوف شریف جان، مفتونه گل محمد، قربانوف بابا جان، خل محمد طلبکزاده و بابایف منصور ساکنان شهر دوشنبه برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شدند. ضمن سنجش معین گردید که سنه 1 ایول سال جاری تقریبا ساعت 5:30 صبح در کوچه لوتی نویه شاه منصور شریف و شریف جان و مفتونه گل محمد با همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دهالانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به نامبردگان مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. تفصیلات دیگر آورده نشده است. معلوم نیست که به ضد این نفران بر اساس کودکس حقوق ویرانکنی مأموری با اتهام میدان‌باشی پروتکل ترتیب دادند و یا بر اساس ماده 237 کودکس جنایتی با اتهام اوباشی پرونده جنایتی گشودند. ویدیو جنجال بین جوانان ظاهراً مست و یک دختر نیز ظاهراً مست موج واکنش‌های منفی را در بین کاربران به وجود آورد و آنها از مقامات ملیسای پایتخت خواستند که تا این اوباشان را دستگیر کرده به جوابگری بکشانند. خود دستگیر شدگان برای شرح ماجرا دسترس نیستند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی 4 روز آخر ماه ایون سال 2024 در 6 صدمه در راههای تاجیکستان 13 نفر به هلاکت رسیدند. از جمله 27 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 19:10 راننده ماشین تمغه اوپل استرا زویروف باباجان سال تولدش 1997 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت نویه مومن آباد در حدود دهه آفتابلیقای شهر کولاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین دیگر تمغه اوپل استرا تحت اداره لطیفوف عمرجان سال تولدش 2000 ساکن نویه مومن آباد برخورده است. در نتیجه مسافران اوپل دوم شریف و بنفشه سال تولدش 1986 با فرزندانش امینجان رحمانعلی سال تولدش 2019 صبرینه رحمانعلی سال تولدش 2011 علیجان رحمانعلی سال تولدش 2014 ساکنان نویه مومن آباد علی رمضان سال تولدش 1999 ساکن نویه مومن آباد و خود راننده لطیفوف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. رمضان نسیم جان سال تولدش 2006 ساکن نویه مذکور جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راننده ماشین تمغه اوپل استرا زویروف و مسافرانش نورالشای قربان سال تولدش 2006 نابالغ گل و مدینه سال تولدش 2009 و پنشیر محمدزاد سال تولدش 2005 ساکنان نویه مومن آباد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همچنین 27 ایون سال 2024 تقریبا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه تویوتا رحیموف رزاق سال تولدش 1964 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه لیرمنتوف از طرف کوچه شیروزی به سمت کوچه شیروزی پایتخت با دوچرخه و موتورسیکل تحت اداره میرزایف زاکر سال تولدش 1995 ساکن پایتخت برخورده است. در نتیجه دوچرخه‌ران میرزایف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته از جانب راننده
به بیمارخانه دسترس گردیده پس آن نام برده در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. باز هم 27 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا قربانوف باقی محمد سال تولد 1976 ساکن نویه مشجع هنگام حرکت در روی ماشینگرد خوجند چنوق در حدود جماعت شهرک سغدیان نویه مشجع آزوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده افت را چپ کرده است. در نتیجه مسافر داخل ماشین مذکور ایسای و عزیزگل سال تولد 1973 ساکن امین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شام 28 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 23 راننده ماشین تمغه اوپل استرا لطیفوف اکبر سال تولد 1967 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد نویه مومن آباد به سمت شهر کولاب در حدود جماعت دیوت باغچه نویه مذکور آزوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به قسمت قفای ماشین بارکش تمغه کماس تحت اداره نوروف خبیر سال تولد 1976 ساکن امین نویه که در کنار راه ایستاده بود برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل استرا لطیفوف جراحت‌های جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. 29 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 17:20 راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا کوزیف شیرزاد سال تولدش 2000 ساکن نویه 8 هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند 8 در حدود نویه باباجان غفوروف آزوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده از راه برآمده افت را چپ نموده است. در نتیجه خود راننده کوزیف و مسافر ماشین مذکور هاشم و گلنوزه سال تولدش 2002 ساکن نویه 8 جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر خدایبردی و آزاده سال تولدش 2002 ساکن نویه 8 با برداشتن جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. 30 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 راننده ماشین تمغه خوندای پورتر اسدالله اسمت الله سال تولدش 1987 ساکن شهر روغون هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر روغون در شورای وحدت رشت لخش در حدود جماعت دیوت 30 سالگی استقلال نویه فیض‌آباد آزوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل ویکترا که تحت اداره رجبوف سعدالله سال تولدش 1966 ساکن شهر روغون در کنار راه در حالت بی حرکتی می ایستاد برمیخورد. در نتیجه راننده ماشین تمغه خوندای پورتر اسدالله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 2 ایول سال 2024 خبر داد که بعد 3 روز جستجو غفارزاده بی‌بی‌سارای عبدالجبار ساکن 16 ساله شهر کولاب بالاخره روز 2 ایول صحت و سلامت یافت گردید و عین حال در نزد پیوندانش قرار دارد. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان از کل ساکنان و استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برای بی‌طرف نبودن در قضیه گم شدن بی‌بی‌سارا اظهار سپاس کردند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی اعلان شده بود که غفارزاده بی‌بی‌سارای عبدالجبار سال تولدش 2008 ساکن شهر کولاب صحنه 30 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت‌های 12 از خانه برآمده بی‌درک شده است. نزدیکانش با اظهار نگرانی از سرنوشت این دختر نابالغ از همه آنهایی که بی‌بی‌سارا را در یگان جا دیدند و یا درباره در کجا بودن این دختر نابالغ معلومات دارند خواهش کرده بودند که فوراً به آنها خبر بدهند. اعلان گم شدن این دختر نابالغ را صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی باز نشر و به این وسیله در جستجوی او مساعدت کردند. به همه آنهایی که بی‌طرف نایستادند و در کار خیر سهم گرفتند اظهار تشکر می‌کنیم. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.